سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیوی ترسناک دیگه و با داستانی به نام باران کنتاکی که باران گوشتی بوده است. این مورد به اتفاق شبیه به فیلم های سینمایی ترسناک بوده است. بمب های گوشتی، منظور از بمب های گوشتی سوسیس و بسته‌بندی های استیک نبوده، تکه های گوشت که از آسمان می‌ریختد و گوشت های خام. زنی روزی از خانه به داخل حیاط می آید و مثل همیشه کارهای روزمره خونه‌اش را انجام میداد و دمدمه های شب بود که داشت آفتاب غروب میکرد و زن در حال کار کردن بود و حس میکند که از آسمان چیکه های وحشتناک خون دارد فواره میزند و میریزد روی زمین. زن هولناک میرود به سمت خانه و بدو که به همسر خودش تعریف کند و همسرش را بیرون می آورد. با همسرش می رود بیرون از کوچه، بیرون از حیاط خانه و می بیند که تمام مردم آن روستا بیرون از خانه هایشان آمده است و وحشت زده یکی بی یکی دیگری نگاه می کند و از یکی دیگری می پرسد این اتفاق چیست خدا؟ این اتفاق عجیب چیز آخر الزمان است. و مردم تمامشان تعجب کرده بودند. آن روستایی به نام اولمپیا اسپرینگ که در سال 1876 این اتفاق افتاده است و روزی مردی به نام لئوپولد برانز می آید به سمت این روستا و تمام زمین‌های کشاورزی را چک می کند و می بیند که داخل زمین‌های کشاورزی پر از تکه‌های گوشت خام که مرد ناگهان به زمین نگاه می کند و تکه گوشت سالمتری می بیند و تکه گوشت را بر می دارد، مزه می کند. می بیند که مزه‌ای به نام مثل مزه گوشت های گوسفند و گوشت آهو مشابه است. این مرد دانشمند بسیار بزرگی بوده است و تکه گوشت را میبرد به آزمایشگاهش تا آزمایش کند و بعد از چندین روز موفق می شود تا این ماده را بشناسد. می بیند نوع باکتری که بر اثر برخورد سائقه این نوع باکتری به نام باکتری سیانویی که به شبیه به گوشت ژله‌ای مانند می باشد، این باکتری اتفاق افتاده است در تاثیر سائقه و مردم تمام آن روستا یکجا می شود و خبرنگاران را هم فرا می خواند تا به تمام دنیا این اتفاق وحشتناک را بفهماند و خبرنگاران که این فیلم های یا داستان های درباره این اتفاق می نویسد همان روز این فیلم ها و این داستان هایشان به مثال یک راز باقی می ماند و بعد از یک ماه آن گوشت ها خورده تمام لاشخورها می شود. دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومده دوستان، لطفاً لایک رو به ویدیو بزنید تا ما و دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومده لایک رو به ویدیو بزنید و سابسکرایب هم یادتون نره. الله یار و خدا نگهدار.